یک. سلام، من آرش جانیان هستم، مربی آرایشگری. تو این بخش ویدیو میخوام بهتون انواع شونا رو آموزش بدم. این شانه کار هست واسه حجم‌گیری و کوتاه کردن مو به کار میره. این شانه هم حجم‌گیری حساب میشه، هم برای سایه زدن به کار میره. این شانه برای لکه‌گیری و سایه زدن هست. شانه های برس فید انواع اقسام داره. این مدل از این مدل شروع میشه واسه فید زدن، سایه زدن. این شانه فید هست. این دندانهای ریز داره و دندانهای درشت داره. دندان درشت واسه سایه زدنه و دندان ریز واسه سایه زدنه. این قسمت بیشتر واسه لکه گیریه. این شانه میگن شانه لیر. این قسمت شانه یه شکستگی داره که برای تنظیم و جدا کردن مو به کار میره و لاین ایجاد کردن. این هم دندان ریز داره و درشت داره. هر دو طرفش هم یکیش واسه حجم‌گیری به کار میره، یکیش هم واسه سایه زدن. این شانه برای حالت دهنده مو، لاین و حالت دهنده. این قسمت برای جدا کردن مو و این قسمت واسه لاین ایجاد کردن داخل مو. دندان ریز داره و دندان درشت داره. برای مدل مو به کار میره.